وضعیت دندونای من چی شد؟ وضعیت دندونات خیلی خوب نیست. این نسخه که می‌نویسم تهیه می‌کنی، فقط این خمیر دندون شغل کمیابه. 3 ماه بعد میاد ویزیتت می‌کنم. فقط 3 ماه حتما استفاده کن. دکتر باید دستتون نرم کنه. خیلی لطف کردید. قربان شما. مرسی. تموم شد به جون خودش تموم شد، هرچی که دوستان میگفتن همون شد. تموم شد به جون خودش تموم شد،